بررسی بهترین موتور ایران پیشرو 200 مدل 403 که خیلی خواهان داره این موتور و خیلی قوقا به کار کرده. حالا اومدیم ما هم دیگه بررسیش کنیم و ببینیم که چه نقاط قوت نقاط ضعفی داره و برای کسی که میخواد این موتور رو بخره ازم به صرفه هستش یا نه. پس حتما تا آخر ویدیو اومد. امروز اومدم با یه بررسی خوب و با یه موتور خفن که خیلیاتون شاید آرزوی این موتور رو داشته باشید و اومدم با هم دیگه الان این موتور رو بررسی کنیم. پیشرو 200 مدل 403. شاید الان خیلیاتون باور نکنید ولی بریم جای گردن موتور بهتون نشون میدم مدل چنده که دیگه همه بدونیم. آقا درست دارید میبینید مدل 403 هستش. کلا 200 تا تک دونه کار کرده و از این دو سایزمون هستش. حالا بریم با هم دیگه بررسی این موتور رو ببینیم. کلا از هم جای جلوی موتور تا عقب موتور براتون بررسی میکنم و یه بررسی خوب و مجلسی براتون آماده کردم که این ویدیو ببینید و لذت ببرید. اول از کیلومتر موتور بخوام شروع کنیم، کیلومتر نیمه دیجیتال داره و کلا خیلی خفنه آقا. به به آقا، دور موتور از دور 0,000 میره دور 10,000 و برمیگرده. خیلی چیز خفنیه خدایی. بله آقا، مثل موتور خودمون هم کلا ساعت داره، هم آمپر بنزین نشون میده و خیلی چیز دیگه و حتی دور شمار کلا وقتی دندم که عوض میکنه قشنگ بهتون نشون میده و یه چیز خیلی خفن. اگه باتریتون هم ضعیف باشه قشنگ نشون میده. دستگاه این موتور عوض کردین آقا؟ عوض نیست. فابریکی قلوه هاش چی؟ عوض نیست. آقا همه چی الان فابریکی هستش و خدای آقا ظاهرش تقریبا مثل کبیر میمونه. ولی کبیر بهتره یا این موتور؟ اول کبیر بعد این موتور. آره آقا کبیر میگه اول بعد این موتور، ولی آقا خدای پیشرو هم ظاهر به شدت شیک و عالی داره. بخوام از انجین موتور بخوام شروع کنیم، آقا انجین کبیر انجین بالانسار بودش، مثل همین موتور انجین این موتور هم بالانسار هستش و الان بالانسار واقعا بخواد لرزه موتور رو میگیره. لرزش موتور رو میگیره، تعادل رو حفظ میکنه، سرعت موتور هم بیشتر میکنه. درسته؟ درست. الان رفتین تو جاده چقدر با این موتور سرعت رفتین؟ تا 130 کیلومتر رفت. 130 تا. سر بالا یا سر پایینی؟ سر پایین. که یک چیز اسم خیلی خفنی آقا.